چون مسیر خیلی سختی بود. سخت بودن مسیر برای این نمیشه که شما همیشه مشکلات مالی داشته باشی. نه، مسیر سخت میتونه زندگی باشه، میتونه تمرینات سخت باشه، میشه غذا نخوردن چیزهایی باشه که دوست داری. من از ریاضتم بخوام بگم آقا عادل، من عاشق شیرینیجاتم، ولی شما تو خونه من بیای در باز کنی یه دونه شیرینی نمیبینی. انقدر به ذهن خودم سختی دادم، انقدر به زجر دادم، باورتون نمیشه. شاید صبح‌ها که میخوام بیدار بشم از خواب خیلی کار سختیه. شما 7 صبح بخوای بیدار بشی و قبل صبحونه بخوای ناشتا بری، هوازی بری، بدوی. میخوام بگم این باور رو به همه ماها بده که شما اگه یه رویایی داری، مطمئن باشید اگه میخوای به اون رویا برسید، مطمئن باشید میرسید. اگه تو مسیر درست برید، شرافتمندانه زندگی کنید و از خیلی از لذت‌های زندگیتون بگذرید و حتی حرف عزیزترین کسات مثل پدر و مادر، عزیزترین رفیقات، اگه میبینید درست نیست، نادرسته، چون خود آدم درک میکنه چه چیزی درسته، تو اون مسیر شک نکنید، به اون رویاتون، به اون آرزوی بزرگتون میرسید.